في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. با یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌های فراوانی رو ذکر کرده تا مطالب بسیار مهم و پر اهمیتی رو در قالب مثال به ما بهتر بیان بکنه و بفهمیم اون رو و ما بتونیم که بهتر درکش بکنیم این پیام. در قرآن کریم مثال‌های زیادی ذکر شده. یکی از این مثال‌ها که واقعاً قابل توجه است و قابل تأمل مثالی است مشترک بین قرآن، تورات و انجیل. مثالی که در قرآن کریم ذکر میشه و الله متعال میفرماید این مثال در تورات هم بود، این مثال در انجیل هم بود. الله متعال برای ما مثالی میزنه در قرآن که این مثال رو قبلا در انجیل بیان فرموده بود و قبل از اون در تورات. مثالی مشترک بین سه کتاب آسمانی و این مثال بسیار مهمی است برای مؤمنین، برای مسلمین. این مثال در سوره است که اون سوره خبر از فتح داره و پیروزی. سوره‌ای که در اون الله متعال بشارت پیروزی و فتح مکه مکرمه رو داد. میدونیم که سوره فتح در آغازش ان فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبینی رو الله متعال در این سوره برای ما بیان میکنه. در این سوره الله متعال خبر از فتح مکه میده برای ما. در این سوره از سوره هایی است که در سالهای آخر حیات رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده. در پایان الله متعال در پایان سوره مبارکه فتح در آیه آخر درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما سخن میگه و ایشون رو به همراه اصحابش، به همراه یاران جان بر کفش، به همراه کسانی که در معیتش بودن در پایان سوره فتح الله متعال یک مثال میزنه، مثالی مشترک بین کتاب قرآن کریم، انجیل و قبل از همه اینها تورات. الله متعال در پایان سوره فتح وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میگه و بعد مثال یاران رسول صلی الله علیه و سلم و اصحاب ایشون رو برای ما ذکر میکنه، مثالی مشترک در تورات، انجیل و قرآن، گویی که از فتح حقیقی رسول صلی الله علیه و سلم برای ما سخن میگه که تربیت یارانش هستن. این مثال درباره الگوهای ایمانی ماست. این مثال درباره همون افرادی است که الله متعال فرمود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ای صحابه رسول صلی الله علیه و سلم خوب آگاه باشید که اگر دیگرانی که بعد از شما میان ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه آوردند آنگاه هدایت شدند. در آیه 137 بقره الله متعال این رو فرمود. این مثال درباره همون کسانی است
که الله متعال فرمود والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. در آیه 100 سوره مبارکه توبه الله متعال این افراد رو اینگونه معرفی کرد که پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و هر کسی که از اینها به نیکی و خوبی پیروی کند الله متعال به اونها وعده بهشت داده و از اونها راضی است و اونها از الله متعال راضی شدند و بهشتی که در زیر فرودست آن نهرها جاری است در او جاودانه خواهند ماند و این است فوز و رستگاری بزرگ. این مثال درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران و صحابه جان بر کف ایشان است. در آیه 29 آخرین آیه سوره مبارکه فتح الله متعال می‌فرماید که محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله تعالی است. این یک قانون است. این تعبیر محمد رسول الله تعالی است. دلیلش چیه؟ چطور رسول الله تعالی است؟ از کجا بدونیم محمد رسول الله است؟ دلیلش یارانشن. دلیلش صحابه رسول الله. محمد رسول الله تعالی است. دلیل میخواید؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کسانی که با او هستند با کفار بسیار تندخو هستند، هیچ رحم و مروتی با کافر ندارند، اما با خودشون رحماء بینهم، بین خودشون بسیار مهربانند، بسیار رحیم و بخشنده هستند. اینها یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها صحابه پیامبر آخر الزمانند. محمد رسول الله است. دلیلش چیه؟ دلیلش یارانشن که با دشمنان سرسختن و تندخو و با یکدیگر بسیار مهربانند. معیت رسول صلی الله علیه و سلم محمد رسول الله والذین معه، کسانی که با او هستند. کسانی که با او هستند چه ویژه‌ای دارند؟ یکیشون ابوبکر بود داخل غار. الله متعال فرمود که الله متعال وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم رو در اون حالت برای ما وصف میکنه از زبان ایشان میفهمد لا تحزن ان الله معنا، الله با ماست. معنا با جمعی که به همراه من هستند، صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و رسول الله معیت الله متعال رو دارن. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. رمز و موفقیت اینها، اینکه فتح میکنن، در پایان سوره فتح نامشون ذکر میشه، اینه که اینها در بین خودشون محبت دارن، با دشمنانشون بسیار تند و سختن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، صحابه بین خودشون، کسانی که با رسول صلی الله علیه و سلم هستند، اهل بیت و صحابه، رحماء بینهم. الله متعال میفرماید اینها با هم رحیمن، مهربانن. تراهم رکعا سجدا، اینها رو پیوسته میبینی در حال رکوع و سجده، اینها همیشه در پیش الله متعال سرخم میکنن و به سجده میگذارن. چرا؟ این عبادتشون، این معیت اینها، همراهی اینها با رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به قدرت برسن، به خاطر اینکه به خلافت برسن، به خاطر اینکه اینها به ثروتی برسن، به خاطر اینکه اینها پادشاه سرزمین حجاز و سرزمین هایی که بعداً فتح میشه بشن. هرگز. الله متعال از دل اینها خبر داره. فراموش نکنیم که در همین سوره فتح الله متعال در آیه 17 میفرماد لقد رضی الله
عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله متعال راضی شد از اون جوانایی که در همین جریان صلح حدیبیه که بعد سوره فتح نازل شد با تو بیعت کردن در زیر درخت. الله متعال از اصحاب بیعت رضوان راضی شد. فعلم ما فی قلوبهم، از دلهاشون خبر داشت. الله متعال میفهمد صحابه رسول صلی الله علیه و سلم تراهم رکعا سجدا، رکوع میکنن، سجده میکنن. آیا از روی نفاق؟ آیا به خاطر مال دنیا؟ آیا به خاطر قدرت و ثروت؟ کلا و حاشا. الله میفرماید یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اینها صحابه رسول صلی الله علیه و سلم که دلیل رسالتش هستند، اینها رکوع و سجدهشون به خاطر به دست آوردن رضایت الله تعالی است. اینها رضایت الله متعال رو میخوان، فضل الله متعال رو میخوان. اینها به دنبال مال دنیا، حطام دنیا نیستن. فضل الله متعال بر اینها کافیه. رضایت الله متعال رو میخواستن. همینی که الله متعال فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله متعال از اینها راضی شد. رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله متعال از اینها راضی گشت و اینها هم از الله متعال راضی شدند. چرا که اینها اصلا هدفشون رضایت الله متعال بود. هدف اینها فضل الله متعال بود. اینها ایمان آوردن تا به رضایت الله متعال برسن، تا به فضل الله متعال برسن. الله متعال در قرآن کریم برای ما میفرماید صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم که دلیل رسالت او هستند. فراموش نکنیم محمد رسول الله، محمد رسول الله تعالی است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه برای توی یهودی، برای توی مسیحی که محمد صلی الله علیه و سلم آمده و الان میگه من رسول الله هستم، تو از کجا باور میکنی؟ از یارانش. صحابش رو نگاه بکن، ببین صحابش اینها اشداء علی الکفارن، ببین که رحماء بینهم هستن، میبینی که اینها رکعا سجدا هستن، به هدف اینها یبتغون فضلا من الله و رضوانا، فضل الله تعالی رو میخوان، رضوان الله متعال رو میخوان. اینها رو تو داری میبینی یا نمیبینی؟ اینها رو میبینی. و مگر اینها در تورات گفته نشده بود که محمد پیغمبر آخر الزمان یارانی داره اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا؟ مگه اینها نیومده بود؟ مگر نمیبینی که صحابه‌ای که ابوبکر و عمر و عثمان و حیدری که از مکه هجرت کردن و بقیه مهاجرین مال و زندگی رو همه رو گذاشتن و اومدن اینجا به خاطر رضایت الله متعال، به خاطر فضل الله متعال؟ مگه اینها رو ندیدی؟ بله دیدم. خب یادت رفته بود که در تورات اینا چطور وصف شده بودن؟ ذلک مثلهم فی التوراة. این همون مثالیه که در تورات زده شده بود. این همون وصفیه که در تورات شده بودن. اینها مثلهم، وصف اینها، مثال اینا در تورات این بود. اینجا مثل به معنای وصفه. وصف اینها در تورات مگر این نبود؟ الله متعال میفهمد قبل از اینکه من در قرآن از اینا سخن بگم، در تورات هم اینها رو من معرفی کرده بودم تا کسانی که بعداً میان من محمد صلی الله علیه و سلم رو در تورات با یارانش معرفی کردم. میخواید بشناسید که این محمد رسول الله آخر پیغمبر تاریخ بشر هست، این پیغمبر خاتم هست، یارانشون نگاه کنید. یارانشون اشداء علی الکفارن، رحماء بینهم هستن. اونها رو پیوسته در حال رکوع و سجده میبینید. یبتغون فضلا من الله و رضوانا ذلک مثلهم فی التوراة. این مثال اونها در توراته. تورات بشارت داده بود به رسالت رسول صلی الله علیه و سلم که محمد رسول الله است. از کجا بفهمن پیروان تورات که همچین پیغمبری میاد؟ از یارانش. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا ذلک مثلهم فی التوراة. در تورات اینجوری اینا توصیف شده بودن. یاران رسول الله نامشون جاودانه است در قرآن کریم. قبل از اون در انجیل بود، قبل از اون در تورات بود. اینها اصلا در تورات الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با صحابه معرفی کرد. پیغمبری میاد
محمد صلی الله علیه و سلم که رسول الله است. چطور میشناسینش؟ از روی کسانی که با او هستن. والذین معه، توصیف صحابه رو وصف میکنه. الله متعال برای بیان وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم در تورات صحابه رو وصف میکنه. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم فی التوراة. این وصفشون در تورات بود. و مثلهم فی الانجیل، در انجیل هم وصف شدن. در انجیل هم درباره یاران رسول صلی الله علیه و سلم الله متعال میفهمد من اینها رو مثال زدم. الله متعال در تورات صحابه رسول صلی الله علیه و سلم رو وصف کرد و در انجیل تمثیل کرد، یک مثال زده براشون. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در انجیل، این مثال مشترک بین قرآن و انجیل، بین قرآن و تورات. اینجا ذلك مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل با دو تعبیر خونده میشه. ذلك مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، آنچه گذشت هم در تورات و هم در انجیل ذکر شده، یعنی کل آنچه که در این آیه میاد همه در تورات و در انجیل و در قرآن که الان پیش روی ماست ذکر شده در هر سه کتاب آسمانی به یک شکل. یا بخش اول آیه مثال اینها در تورات بود، بخش دوم این آیه مثالشون در انجیل. به هر دو معنا درست. چه کسی بیاد توقف بکنه بگه که سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة، تا اینجا بیاد. مثال اینها در تورات چطور بود؟ هنوز مثالشون در تورات تموم نشده. اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. یک بخش دیگه داره. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، سیمای اینها، نور اینها در چهره های اینها هویداست. از کجا؟ من اثر السجود، به خاطر سجده هایی که میکنن. سجده های اینها نوری در وجود اینها آورده که شناخته میشن. در تورات حتی درباره ظاهر صحابه نور وجود اینها که بر اثر سجده خالصانه پیش الله متعال انجام شده بود هم الله متعال سخن گفت. ذلك مثلهم فی التوراة، این مثال اینها در تورات. اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، مثال اینها در انجیل. مثال کی؟ صحابه رسول صلی الله علیه و سلم کزرع، به مانند کشتی است، اخرج شطأه، که بیرون آورده، خارج شده جوانه او، فاهزره، تقویتش کرده، فاستغلظ، قوی شده، فاستوى، ایستاده، علی سوقه، برابر و محکم بر ساقه های خودش. مثال صحابه در تورات ذکر شد، مثال صحابه در انجیل اینطوری. الله متعال میفهمد در انجیل من یاران رسول صلی الله علیه و سلم، صحابه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو این گونه مثال زدم، یک مثالی زدم و این گونه اونها رو توصیف کردم در قالب این مثال. مثال الان این حکایت در انجیل قبل از بعثت رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو الله متعال بشارت داد در انجیل و عیسی علیه السلام فرمود میاد پیامبری بعد از من اسمه احمد، اسمش احمد. الان توصیفات دیگرش اینه که یارانش همچین صفاتی دارن، در انجیل ذکر میشه. مثال محمد مصطفی علیه السلام و صحابه در انجیل که زرعین، مثل یک زمینی کشتی است که
اخرج شطأه، جوانه زده، فاعذره، تقویتش کرده کشتی این جوانه رو، نیرو داده بهش، فاستغلظ، قوت پیدا کرده، فاستوى علی سوقه، سر پای خودش ایستاده، یعجب الزراع، به شگفت آورده کشاورزا رو این کشت. این چه کشتیه؟ این چه نهالیه؟ این چه محصولیه که داره میده این کشت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بذر ایمان رو در دل صحابه کاشت، تقویتش کرد، رشد کرد این ایمان، قوی شد این ایمان، مستحکم شد این ایمان. و کسانی که این ایمان رو در وجود داشتن رشد کردن، قوی شدن، مستحکم شدن، سر پای خودشون ایستادن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روزهای آخر حیات وقتی که ابوبکر صدیق امامت میداد بر صحابه در مسجد النبی، و رسول الله صلی الله علیه و سلم از غرفه مبارک پرده رو کنار زدن و نگاه انداختن که یکی ایستاده جلو و دیگران پشت سرش، سر پای خودشون ایستادن. الان خودشون صاحب اختیار خودشون هستن. لبخند زد. یعجب الزراع، خود کشاورز رو هم به شگفت آورده این صحنه وقتی که میبینه این محصول رشد کرده، قوی شدن، سر پای ایستادن. سالهای مکه مکرمه و مدینه منوره اینها رو پخت، اینها تقویت شدن، اینها تربیت شدن، اینها شاگردان این مکتبن، مکتب رسول صلی الله علیه و سلم. دلیل رسالت او هستند که همچین شاگردانی تربیت کرده، همچین محصولی رو تحویل داده، همچین کشتی داشته. یعجب الزراع، همه قهرمانان و پهلوانان و پادشاهان و رهبران دنیا در حیرت موندن. در 23 سال محمد صلی الله علیه و سلم چی ساخت در دل اینها؟ از چه جامعه چی تحویل داد؟ چه کشتی بود؟ چه نهالی بود؟ چه بذری بود این بذر که این گونه محکم سر پا ایستاده و با قدرت و صلابت؟ همه به شگفتی اومدن. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. الله متعال وصف صحابه رو در تورات و انجیل برای ما بیان فرمود. کشتی که این گونه رشد کرد، نهال، کشاورزی که این گونه این زمین حاصلخیز رو تربیت کرد، نهالهایی که هر کدوم خودشون الان سبب شگفتی هستند. اینها همه اینها رو الله متعال میفهمد لیغیظ بهم الکفار. الله متعال در تورات، در انجیل، صحابه رسول صلی الله علیه و سلم رو معرفی فرمود لیغیظ بهم الکفار، تا با صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و رسولشون به خشم بیاره کفار رو، تا کسانی که چشم دیدن رسول صلی الله علیه و سلم رو و دلیل رسالت رسول صلی الله علیه و سلم رو که یارانش هستن نداره، از شدت خشم بمیره. لیغیظ بهم الکفار، تا کفار مشخص بشن. هر کسی که چشم دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو و صحابه جان برکفش رو که در تورات و انجیل وصف اونها اومده، چشم دیدن اونها رو نداره، الله متعال میفهمد اینها کافرن. کافره کسی که نمیتونه ببینه این کشت رو، نمیتونه ببینه این محصول رو، نمیتونه ببینه این توصیف رو، نمیتونه ببینه این یاران رو. لیغیظ بهم الکفار. الله متعال میفهمد فقط کافره که بدش میاد از یاران رسول صلی الله علیه و سلم. لیغیظ بهم الکفار، تو الله متعال به خشم آورد با یاران رسول صلی الله علیه و سلم و رسول الله کافران رو. یعنی که هر کسی که چشم دیدن یاران رسول صلی الله علیه و سلم رو نداره کافر است. در تورات،
در انجیل و در قرآن الله متعال از یاران رسول صلی الله علیه و سلم با عنوان بهترین الگوها، با عنوان دلیل حقانیت رسالت رسول صلی الله علیه و سلم برای ما یاد میکنه. و حالا کسی چشم دیدنشون نداره، آیا مسلمان است؟ تورات، انجیل و قرآن، 3 کتاب آسمانی درباره این عزیزان و سروران و امامان بشر صحبت میکنن. حالا کسی چشم دیدنشون نداشته باشه، تیشه به ریشه خودش زده، 3 کتاب آسمانی رو انکار کرده، تورات رو، انجیل رو، قرآن رو، رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم انکار کرده، چون دلیل رسالتش اینها هستند. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. وعده داد الله متعال مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن که همین ها هستن، منهم اینجا من بیانی است. الله متعال به این صحابه جان بر کف وعده مغفرت و اجر عظیم داده. و چرا وعده مغفرت و اجر عظیم نده وقتی که ذکر نام اونها در تورات و انجیل و قرآن به نیکی بیان شده و الله متعال اونها رو به نیکی بیان کرده؟ این آیه در قرآن کریم و قبل اون در انجیل و قبل اون در تورات برای ما این بیان رو داره و این معنا و مفهوم رو میرسونه که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم معیار و میزانن. اگر مثل اونها بودید شما پیروان رسول صلی الله علیه و سلم هستید و برای شما هم مغفرت و اجر عظیم است. و اگر مثل اونها نبودید اون موقع دیگه وضعیت خطرناک خواهد بود. و اگر خشم اینها و بغض اینها و کینه اینها در دل شماست، تجدید ایمان کنید. این آیه از جمله آیاتی است، 2 آیه در قرآن کریم تمام حروف الفبا در او هستند. حروف الفبای عربی یکی این آیه است و یکی آیه دیگری که در سوره آل عمران باز درباره صحابه است، آیه 154 سوره آل عمران. این 2 آیه درباره صحابه تمام حروف الفبای عربی رو در خود جمع کردن و تمام معانی رو و تمام ایمان رو و تمام درس شهامت و فداکاری و اخلاص و صداقت رو. این آیه اگر بخوایم درباره صحبت بکنیم برنامه ها لازمه تا فقط بتونیم که این آیه رو شرح بدیم، اما شرح بیشتر برای خود عزیزان و دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم، اهل بیت بزرگوارش و صحابه جان بر کف ایشان. امیدواریم که الله متعال ما و شما رو از جمله دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و صحابه جان بر کف ایشان بگرداند و ما رو به همراه این عزیزان محشور بداره در بهشت فردوس و این کار بر الله متعال سخت نخواهد بود. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي لين عادت ايامي واحلامي الي في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي في كتاب الله قلبي صار حي